سلام و درود بر برابکس همون سیویته چطوری؟ خب خدا دختر سلام دختری سلام دختری دختر سلام دختری سلام دختری سلام دختر شبیه چیز دوربسته چیه مدرسه چیه توی اکثر ساختمون در رو ساخت میبینیمشون نمیشناسیمشون چیه جلسه چی و تا حالا من نفهمم اینا رو چجوری جمع میکنن میبرن پایین مثلا به اون درازی چه همونن؟ نمیدونم راستیتش تو چقدر نمک فکر نکنم جمع کنن اون به اون گندگی رو چون میخوان جمع کنن خدا وکیلی خب چجوری خب بازش میکنن اصلا بازش میکنن کار نرسه چجوری جابجاش میکنن مثل چرخی هست چیزی حتما داره دیگه اطلاعاتی در این باره خیلی نه چیز یوبسیه اول فصل من همیشه میترسیم برم بالاش فرانسه برگشت یا الله یا ربی الله یا الله الله یا ربی الله برو همه برو بابا خدایا بلاگم تموم شد یا علی منم بلاگم تموم شد بکتو خانچه دهنه همه تونو من واقعا بلاگم داشتم تو من تو رو نمیدونم من چرا بلاگم تموم شد حواسم نبود من شخصه تا به ورفت اونا راششون یارو کجا رفت خب الله می یا ربی انا بیل مکانیکی بهش میگن بیل مکانیکی چی بود نه بیل مکانیکی پینگ صورتی برو خونتون برو خونتون اما این تویی؟ میاوا بیا پایین نترس بیا پایین آقا بیا پایین آه اتفال دمیجه برام مهم نیست یارو رفت فایت هم بمبن کرد نمیشه اینجا چیز کرد باید ایریج بکشیم واتم بیوی White is no بیا گم bad شو White is no bad نمیسرد تو اونجا حال نرم بیا بریم آکونا با بیا بریم آکونا حرف نزن بیریج میکشی من به من حال نرم بزنم زیر کونه من الان پشتم این دفعه تمام میشه یه استک پیش پشتم هم که شد 40 برو راه داری برو فایبارت علکی نده بره که منم برم اون حال کردی یا ببین حسین اصلا فرا نکن باید عقل داشته باشی ببین آیا نو اوه این نو وای اینجا چی؟ ای خدا لعنتتونه اینجا بود یارو فکر کنم توی ببر پس امو برگشت نشون زدمشو امو خیلی بال بود فکر کردم اینو لعنت بهت پسر تو بهت بایستا نزنم بدونو به فنا بدون جون مادت الان میرم بداشونو میزنم من نمیدونم چرا وقتی اینجور اصلا عقلم کار نمیکنه نه قیچی وایستا تو فایت مایک در من این شارپنس رو بدم بالا حیفه داشت بده بالا چینگ بچکا می بچه میری بچه شارپنس یک این یه جایی به درد میخوره فکر کنم دارم بدم اون نه نمیدونم ای بابا من اوه وای بابا
خداحافظ این یکی که سر نوبسگی برادر کجا رفتی برادر خفه ای بری تو بهت شو. وایسیا این یه الان گیرین و رد مونن الان به اول فصل میاد در منم سریس کنم خود شروع کن برای من درد داره خدایا ساعت بازی ما رو ریدم به اول فصل منم ریدم نمیدونم چرا امروز اینجوریه نه داره چرا بده شما برو بیرون Diamond. برو بیرون اینم به این یارو میخوره نوب باشه خب همون نوب بلاک گذاشتنش میخوره نوب باشه بخترم این ما هم راش میدیم کوسی شوری چیکار کردی بچه ها بگاه رفتیم اما دورم برگشت برید. خونش این یارو خیلی نوبه اینم خریدم اینم اینجا اینم اینجا تو سک خب تو بهت آجی یک چی دیگه یارو بگیریم ناموسن خب اه، فکر کنم TNT با بفرستن. خودت بیار اونجا یه وایسا من TNT بیارم وایسا من TNT بیارم میوردی؟ نکشمش. آره وایسا با خودم TNT بیارم کجا جان میری عمو؟ مادرت. ای تو برنامه نوب بود زدیش دلم برای سوخت ای داره میاد تو بدا داره میاد تو بدا منم دارم خودم میرسم اومد یا اول فاز برو یا علی برو بابا سیکیره داشت ما مفری میریزیم به اول لگه سرشون موسم لگه یا زندگیم چه گشنگ زندگی چرا یه اتصالی نت داشتیم که کشت آه یه دونه عرضه. شمشیر میگیریم چقدر چرت و پرت داشت چینگ چیکا چینگ چیکا چینگ 6 تا فایرورف دارم با افتخار بیا دیگه کجای بیا بریم چیز دیگه این یاروه یه فایر بال سه تا بگیریم اینو به باید اول دارم، فاز اینو من سه تا دارم گریه فایر بدم. مدق میابم فایر بال مایور که نری بزنم اول فصل یه گوی داری میخوری نه برو وای نره که چینگ چیکا چینگ چیکا چینگ اما باید برو بدش من دوتا بابا منم زدی که لاشی بابا من تو رو نزدم لاشکس ترکیش من فوت چرا به من افتادم بابا من ریدم تو این زندگی یه افتاد دیگه این نوب سگای 5 ساله دارم بازی میکنم دمت گرم فقط نوکرتم تو به فکر مایی فقط بیا راش اینا رو بدیم سر اینا رو تمام کنیم دیگه داداش گرای یه دونه بلو مونده به اول فاز این بلوه یه جا کمینه میخواد بدو بزنه ببین من اینو شانس من و تو باشه داشت این اول فاز یه جا بد کمینه ببین من به چی گفتم این یه جا بد من کمینه خیلی بد بازی این کردم یه چرا یه اینجوری چیز بازی فنی به ما میزنه 4 تا داداش کیل دارم بدون فاینال یه دونه بت زدم تو چیز بگیر بدم گیری رفت اون لابی حاجی بلو گیرینه چی بلو بده گیرینه بابا من چرا زبونم داره میگیریم الان بعدی هم ماه میداش داداش خب بیا بریم تا یارو نرفته به اون آشش دیدی حالی شردی گفتم من من که دارم وای رفتی لابی هم ببین اینو بهت بگم این بلوه بد قویه و بلو خیلی قویه یه جوری میزنه بخوری بقیه اما بیا شور بیا بیا کن شم اما من این برم اما من بابا نیومدم دمیج بخور خدافظ اینم یه ماشاءالله. دست خفن ای بچه من افتادم دهن همتون آقا دمتون گرم که تا آخرین ویدیو بود لایک و کامنت و حسابیاتون رو ببخشید خود نوب سگ با ظرف بردم بچه ممنون که تا آخر ویدیو با ما ایشو بذار من همراهی صحبت کردیم کنم. ما قرار بود یکم توضیحات ببخشید به من شما این- بدیم ای که بابا، نتونستیم به صحبت شما توضیحات بدیم خیلی ممنون یه لحظه لایک خفه شو و یه لحظه کامنت خفه هم باید شو یه فراموش لحظه خفه شو نشه تو بدرود. حرف میزنی آقا دمتون گرم که تا آخرین ویدیو لایک کامنت و حساب فراموش نشه ببخشید که خود نوب سگ با ذره بردم این دست اینم اسم ریسورس پک هم بود فکر کنم گفتم تو ویدیو اگه یادم نمونده باشه دمتون گرم که تا آخرین ویدیو بودی لایک و کامنت و حسابیاتتون نره تا ویدیو بعد فعلا گود بای